سودان جنوبی، قبیله دیوانه‌وار که چیزهای بسیار عجیبی دارند. مثلا آنها معتقد هستند که گاوها موجودات ارزشمندی هستند. آنها آنقدر آنها را خوب می‌دانند که بعضی از قبیله‌ها شبها را در کنار دام‌هایشان می‌گذرانند و یا بعضی موقع‌ها با ادرار گاوها دوش می‌گیرند و بیشتر قبایل به خاطر اسید موجود در ادرار گاوها موهای نارنجی رنگ دارند. آنها اجازه نمی‌دهند که سفیدپوستان نزدیک گاوها شوند، چون آنها معتقدند که آنها بسیار می‌ترسند. می‌شود گفت که تا الان بسیار تعجب کرده اید، اما جای تعجبش مانده است. پس با کانال استار تیوی همراه باشید. در سال 2011 جنگ‌های اتفاق می‌افتد که سودان را کشوری مستقل می‌کند. این کشور 15 میلیون جمعیت دارد و شعار رسمی آن عدالت، آزادی و رفاه است. اما در این کشور هیچ کدام از اینها پیدا نمی‌شود. هر چقدر هم که داخل نقشه کوچک به نظر برسد، با 444,000 کیلومتر مربع وسعت که تقریباً چیزی به اندازه نیمی از ایران است، زندگی فلاکتباری دارند. زبان رسمی کشور انگلیسی است، اما بسیار از آنها به زبان عربی سخن می‌گویند و زبان‌های قبیله هم به رسمیت شناخته می‌شوند و باید بدانید که دین رسمی این کشور مسیحیت است. نصف آنها را مسیحیت و اسلام تشکیل می‌دهد و نیمی دیگر را دین‌های قبیله‌ای. درآمد این کشور بسیار ناچیز است و در واقع غذایی در این کشور پیدا نمی شود. نصف مردم هم هیچ چیزی را به دست نمی آورند. در این کشور مسئله غذا مطرح نیست، زیرا چون آنها اگر یک کاسه ای از غذا هم پیدا کنند، همه دور آن جمع می شوند. ولی باید باور کنید که آن تمام وعده روز آنهاست و به این گونه زندگی فلاکتباری را دارند. نمیدانم چقدر باید ناراحت باشید، ولی نظر شما چی است؟ خیلی ممنون که تا آخر این ویدیوی کوتاه همراه کانال استار تیوی بودید. اگر نظر یا ایده‌ای برای ویدیوهای آینده دارید، حتما در قسمت کامنت بنویسید و برای حمایت از کانال ما میتونید عضو کانال بشید و منتظر ویدیوهای آینده هم باشید. و در آخر خیلی ممنون که هستید.